شکر خداوند متعال من الحمدلله رب العالمین همونطوری که عرض کردم من خودم را از افاضل علمای عصر غیبت میدانم، از بهترین الحمدلله در علم، در تحقیق، در دانایی. من مطالبی را استخراج کردم، من مطالبی را کشف کردم در اصول دین، در فروع دین که احدی از علما به آن نرسیدن. شکر خدا. کسانی بر من اعتراض کردند که شما را مراجع تایید نمی‌کنند. من گفتم من احتیاجی به تایید مراجع ندارم. شکر خداوند متعال، چون به خاطر اینکه من خودم را از خیلی از علمای عصر غیبت الحمدلله رب العالمین از اونها خودم را کمتر نمی‌بینم و همشان و همپایه خیلی بزرگان اونها شکر خداوند متعال می‌بینم. اینجا تا پای برنامه‌های من مراجع تقلید میشن و گوش میکنن. مراجع تقلید خودشان میشن برنامه‌های ما را نگاه میکنن. مرجع تقلید خیلی کمه که تلویزیون نگاه بکنه. مرجع تقلید حتی در نجف اشرف اونا تلویزیون اصلا نگاه نمیکنن، اما این برنامه‌های ما را میشن گوش میکنن. مراجع تقلید. و شما اگر ببینید بله این سخنرانی هایی که من میکنم، این حرفایی که من میزنم اینجا حالا و استنباطاتی که من دارم، شما برید اونجا در کلام مراجع پیدا بکنید مثل نظیریان. اون وقت بله اون وقت بگید که بله من در حد نیستم. بله اینجا اون اساتید معروف درس خارج، اساتید معروف درس خارج که در شرف مرجعیت هستن میشن برنامه ما رو به خاطر استفاده کردن نگاه میکنن. به خاطر استفاده کردن شکر خداوند متعال در حوزه های گوناگون هم ایران هم عراق نگاه میکنن، هم برنامه فارسی هم برنامه عربی را نگاه میکنن. فضلا در کشورهای اسلامی برنامه ما را نگاه میکنن به خاطر یاد گرفتن، به خاطر استفاده کردن. شکر خداوند متعال. بله من خودم را الحمدلله رب العالمین از خیلی از مراجع معاصر و گذشته بله در استنباط احکام و در فهم مسائل خودم را بالاتر میدانم. شکر خداوند متعال. این نه از باب این که من از باب هوای نفس بگویم، از باب این ریاست طلبی بگویم. حقیقت امر اینه. من مصداق این آیه هستم. من خودم را مصداق این آیه، این روایت مبارکه میدانم که من مصداق همون کسی هستم که روایت احکام میکنم از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام. من خودم عارف به حلال و حرام میدانم و من خودم را خیلی از علمای تاریخ اسلام افضل میدانم. اینم براتون بدانم. اینو برای من نگید که فلانی مرجع فلانی آیت الله العظمی. من الحمدلله خداوند متعال قدر به اون فضل داده، قد قرب اهل بیت علیهم الصلاه و السلام داده که من خودم را از خیلی، اگر حالا دیگر من خود ستایی میشه، اما این قد چون مرا مجبور کردن مضطر کردن قد باید بگم، من خودم را از خیلی از علمای تاریخ اسلام، نه تنها معاصر، تاریخ اسلام الحمدلله به فضل اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و به خاطر نوکری و گدایی در امیرالمومنین علیه السلام افضل میدانم. شکر خداوند. ادله شرم بین خودم و خدایم دارم و خواص هم میدانن. شکر خداوند متعال. من الحمدلله رب العالمین من خودم را حجت بر مراجع میدانم. شکر خداوند متعال به فضل پروردگار عالم. و اون مراجع که این سبیل را تایید نکنه خللی در خود اونها هست.